بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که این ویدیوی آموزشی رو ملاحظه میکنند. با بررسی دستورالعمل ثبت نام آزمون ورودی به مدارس نمونه دولتی و سمپاد در خدمت شما هستیم. سعیم بر این هست که به صورت خیلی خلاصه به بررسی مهمترین نکات این دستورالعمل بپردازیم. مورد اولی که قابل عرض هست این هست که زمان ثبت نام آزمون از روز 16 تا 22 فروردین ماه سال پیش رو هست. شاید داره که 29 رو بهتون تبریک بگم با آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزان. دانش آموزان میتونن با ورود به سامانه مای مدیو از طریق پنل یا میز کار والدین یا دانش آموزان ثبت نام خودشون رو انجام بدن. کارت ورود به جلسه 5 روز قبل از برگزاری آزمون در دسترس خواهد بود از طریق همین سامانه. زمان دقیق برگزاری آزمون پایه 9 به 10 روز 30/3/1404 هست که رأس ساعت 8 صبح آزمون شروع خواهد شد. قابل ذکر هست که دانش آموزان عزیز حتما از ساعت حداقل 1 ساعت قبل در محل آزمون حاضر بشن، به خاطر اینکه درب آزمون بسته خواهد شد و با تأخیر حتی چند دقیقه دانش آموزها نمیتونن وارد جلسه بشن. این روال رو ما در امتحان نهایی و کنکور و هر آزمون مهم دیگه‌ای داریم. هزینه ثبت نام مبلغ 1,300,000 ریال معادل 130,000 تومان هست که صرفاً از طریق سامانه دریافت میشه. دانش آموزانی که تحت پوشش نهادهای حاکمیتی و حمایتی هستند نیازی به پرداخت ندارن و به صورت خودکار پرداخت براشون انجام میشه. نکته بسیار مهم این هست که تا هنگامی که شما کد رهگیر رو مشاهده نکردید، یعنی ثبت نامتون انجام نشده و بسیار دقت کنید در مورد اطلاعات در انتخاب اولویت‌ها. دیگه زمانی که سامانه بسته میشه قابل ویرایش نخواهد بود، اولویت‌ها رو نمیتونید عوض بکنید. شما انتخاب‌هایی که توی سامانه دارید وقتی بسته شدن دیگه قابل عوض شدن نیستن. یا اگر مدرسه‌ای رو قبول شدید، غیر از اینکه شما خارج از استان بخواید تشریف ببرید به دلیل انتقال شغل والدین یا محل سکونتتون، دیگه امکان پذیر نیست که شما بخواید مدرسه‌تون رو عوض بکنید یا رشته رو عوض بکنید. بسیار مهم هست دقت بکنید عزیزان که شما رشته محلی رو که انتخاب میکنید اولا اولویتتون باشه، یعنی اون چیزی که شما بالاتر انتخاب میکنید یعنی برای شما مهمتر و بهتر هست. و اگر اولویتی رو قبول شدید دیگه اولویت بعدی بررسی نمیشه. یعنی شما اگر اولویت اول قبول شدید دیگه اولویت بعدی بررسی نخواهد شد و در ذخیره اولویت‌های بعدی هم قرار نمیگیرید. به صورت کلی بخوایم خدمتتون عرض بکنیم شما 6 انتخاب خواهید داشت. یک انتخاب در مدرسه تیسوشان یا سمپاد ما که میتونید اول این رو انتخاب بکنید، یک انتخاب در مدرسه نمونه نظری ما و 4 انتخاب در هنرستان. اینکه شما چه مدارسی رو میتونید انتخاب بکنید در کلیپ‌های جداگانه به تفکیک قطب‌هایی که برای هر مدرسه در حال رقابت هستن ارسال خواهد شد و جاش توی این کلیپ نیست که انشاءالله به دستتون خواهد رسید. اما به صورت کلی شما 2 تا انتخاب نظری، یکی در مدرسه سمپاد یکی در مدرسه نمونه دارید و 4 انتخاب هنرستان. اینها اولویت‌های شما، یعنی هر کدوم رو که بالاتر میزنید اگر قبول میشید دیگه پایین‌تر از اون بررسی نمیشه و شما در لیست ذخیره اون مدارس هم نخواهید رفت.